سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دوم ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. مصاحبه با شاهد تیرپرانی رستم اشوروف در فرودگاه کشینیوف. جسد رستم اشوروف را برای دفن از مالدووا به تاجیکستان می‌آورند. او کی بود؟ جسد شورت اسمت‌الله‌یف را تا حال نیافتند. دلشاد کراسافچیک سرکرده آدم ربایان کیست؟ 87% پیروزی شفقت میرزیوف در انتخاباتی پیش از مولد پرزیدنتی ازبکستان. کارمند کمیساریات با جرم قلابی به مبلغ قریب 700,000 سومانی به 10 سال زندان محکوم شد. و اکنون تفصیلات خبرها. نشریه مالدوانی نیوزمیکر امدی با زنی که روز 3 میلیون با رستم اشوروف در یک هواپیما از استانبول به کشینیوف آمد و شاهد 2 افسر مالدوانی را کشتن او گردید، مصاحبه اختصاصی انجام داده است. نیمه دوم روز 3 میلیون مقامات مرزبانی مالدووا از بین مسافرانی که از استانبول به کشینیوف آمدند 12 نفر شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، روسیه و ترکیه را اجازه ورود ندادند. این زن که همراه کودکش به خاطر دریافت پناهندگی به کشورهای اتحادیه اروپا راسپور بود، مثل رستم اشوروف اجازه ورود به مالدووا را به دست آوردن نتوانسته است و چند ساعت همراه او در داخل فرودگاه کشینیوف بوده است. برنا بگمتزاده ژورنالیست 30 ساله از تاجیکستان به نشریه نیوزمیکر امدی نقل کرده است که آن شام 30 میلیون در فرودگاه چه گذشت و چگونه رستم اشوروف در فاصله همگی 1 یا 2 متر از وی و کودکش افسر مرزبان مالدووا را با مشت زده از پای افکند و پیستولتش را کشیده گرفته او را پراند. بنا به نقل برنا بگمتزاده، او و کودکش باید طریق ترانزیت از مالدووا باید به اوکراین و از آنجا به پولش می رفتند، ولی در فرودگاه کشینیوف او را راه ندادند و گفتند برای رفتن به اوکراین باید دعوتنامه باشد. برنا بگمتزاده درباره رستم اشوروف چنین نقل کرده است: در هواپیما من او را ندیدم، ولی بعدا ما را به فرودگاه راه ندادند و گفتند بشینید و منتظر باشید تا مسئله شما را حل کنیم. من او را همان وقت دیدم، خیلی اگریسیوی به نظر می رسید و پیش و قفا قدم می زد. مرا افسر با نام سرگئی مونتیانو دعوت کرد و از هدف سفر من به اوکراین را پرسید. من به او مشکلم را گفتم. او با من 10 دقیقه حرف زد و سپس گفت شما اینجا بمانید، بقیه را با پرواز بازگشت به استانبول میفرستیم. در همین لحظه برای من از اوکراین دعوتنامه فرستادند و من آن را زود به سرگئی نشان دادم. او عکس دعوتنامه را گرفت و گفت شما منتظر باشید. بعد این رستم اشوروف پیشم آمد و پیشنهاد کرد که به سرگئی یگان سوم دهم تا مرا هم به استانبول پس نفرستد. من گفتمش که اگر پول پیشنهاد کنم مرا هم پس میفرستند. برنا بگمتزاده لحظه شروع تیرپرانی را نیز نقل کرده است. به گفته او این حادثه در فاصله همگی 1 یا 2 متر از جای نشست او و کودکش رخ داد. مرزبان سرگئی و مسافرانی که به مالدووا راه داده نشدند از پیش من گذشتند. آن آدم اول بر روی سرگئی با مشت زد. سرگئی افتاد و او پیستولتش را گرفت. این در فاصله همگی 1 یا 2 متر از من رخ داد. بعد که تیرپرانی سر شد، من کودکم را گرفته همراه 1 نفر دیگر از آنجا گریختیم. ما میشنیدیم که تیر پرانده ایستادند و نمیدونستیم که کی را کشتند. بعد نیم ساعت وقتی همه جا آرام شد، ما را به باغ بردند. ما آنجا منتظر شدیم. سپس کارمندان پلیس آمده ما را به دیگر جا برای بازپرسی بردند. برنا بگمتزاده میگوید در جریان بازپرسی ها به سر او باز یک مشکل دیگر آمد، چون که همه فکر میکردند که او هم سر رستم اشوروف است و این را پنهان میکند. مقامات مالدووا اول فکر میکردند که من همسر تیراندازم و با او رابطه داشتم. من باوری خط و تلفن خود را دادم تا مطالعه و تحقیق کنند که من با این آدم یگان عمومیت ندارم. من او را نمیشناختم، ولی اسم میکردم که یا کارمند ملیسا یا محافظ است، چون که آدمان عادی چنین کاری را انجام دادن نمیتوانند که پیستولت را بگیرند و چند کس را جا به جا بکشند. شاید اگر ما نمیگریختیم این وطن ما من و کودکم را هم میکشت. برای او دیگر فرقی نداشت که کی را میکشد. من خیلی متاسفم و این برایم سخت است که یک شهروند شما را کشت. ما فقط به خاطر زندگی بهتر فرار کرده بودیم و نمیدونستم که در فرودگاه چنین اتفاق میافتد. این برای من
ناگهانی و سخت بود. این به معنای نیست که همه توجک‌ها بد باشند. بعد انجام بازپرسی برنو بگمزاده از مالدووا پناهگاه خواسته است تا که یک مدت اینجا ماند، سپس به اروپا برود. روز بعد به پیش او ادوکات و کارمند سازمان ملل آمدند و برنو و کودکش را به اردوگاه پناهجویان بردند. برنو بگمزاده گفته است که مجبور شد که تاجیکستان را ترک کند چون که وضع ژورنالیستان در کشور خیلی پیچیده بوده. به ضدشان پرونده های جنایی میکشودند. برنو گفته است به ضد او هم پرونده کشوده جریمه‌اش بستند و او مجبور شد که ترک تاجیکستان کند و از طریق استانبول به کشینیوف رفت تا خودش و کودکش را به اروپا برساند و آنجا آرامانه زندگی کند. شهروند 43 ساله تاجیکستان رستم اشوروف شام 30 ایون بعد آنکه او را به مالدووا راه ندادند و می‌خواستند به استانبول پس بفرستند، در فرودگاه کشینیوف پیستولت کارمند 31 ساله پلیس مرزبان مالدووا سرگئی مونتیانو را کشیده گرفته. این افسر و ناظر خدمات امنیتی فرودگاه پدپلکوونیک مستوی خدمات محافظت دولتی ایگور چوفوی 40 ساله را کشت. اشوروف هنگام عملیات بازداشتش 10 تیر خورد و شام 3 ایول به هوش نیامده در بیمارستان یاری تعجیلی شهر کشینیوف جان داد. بنا به اطلاع سفارت تاجیکستان در کیف که امور مالدووا را نیز بر دوش دارد، جسد رستم اشوروف شهروند 43 ساله تاجیکستان را که شام 30 ایون 2 افسر مالدووا را در فرودگاه کشینیوف پایتخت این کشور کشت، روز 8 ایول از طریق ترکیه به تاجیکستان فرستاده می شود. بنا به اطلاع سفارت یکی از نزدیکان رستم اشوروف برای آوردن جسد او به مالدووا رفته است. دوام روز 8 ایول از استانبول هم شرکت ساموینر و هم شرکت ترکیش هوایولری به دوشنبه پرواز کردند، ولی معلوم نیست که تابوت رستم اشوروف را با کدامی از این هواپیماها به تاجیکستان میبرند. هواپیمای سامون ایر الکی نیمه دوم روز 8 ایول به دوشنبه رسید و هواپیمای ترکیش هوایولری ساعت 2 شب 9 ایول. رستم اشوروف در تاجیکستان به دست داشتن در یکی از پرسر و صداترین جنایت‌های سالهای آخر را بودن معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت‌اللهیف عیبدار میشد. رستم اشوروف در آخرین صحبت خود با مادرش که از فرودگاه کشینیوف بعد کشتن 2 افسر مالدووا زنگ زده بود اعتراف کرد که اسمت‌اللهیف را دلشاد سیدمرادوف شکنجه داده و کشت. مرده‌اش را او برده به دریا پرتافت. درباره شخصیت رستم اشوروف معلومات زیادی تا کنون نشر نشده است. مقامات مالدووا گفتند که او قبلا 7 سال در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خدمت کرده است، ولی برای رفتار ناشایسته از صف مقامات رانده و برای غارتگری و کشتار محکوم به زندان شده بود. هفته‌نامه SSSR چاپ دوشنبه توانست درباره شخصیت رستم اشوروف معلومات مفصل‌تری را به دست آوردن نشر کند. اشوروف رستم کریموویچ سال تولدش 1980 زاده شهر دوشنبه، استقامت کننده شهر دوشنبه، نویه شامنصور، کوچه عینی، بنای 42، حجره 4. ملتش تاجیک، تحصیلاتش عالی حقوق شناسی، عائله‌دار، صاحب 4 فرزند. بیکار، قبلا با ماده 249 قسم 4 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان سود شده است. نامبرده سال 1998 مکتب رقم 6 اسماعیل سامونی شهر دوشنبه را ختم نموده به فاکولته حقوق شناسی دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان داخل شده. سال 2003 دانشگاه مسکو را با اختصاص حقوق شناس ختم نموده است. پس از ختم دانشگاه سالهای 2003-2004 در قسم حربی رقم 3502 وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خدمت حربی را ادا نموده است. سال 2010 بعد ادای خدمت حربی به مقامات کارهای داخلی داخل شده تا سال 2012 در وظیفه اکسپرت کریمینالیست شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در نویه سینای شهر دوشنبه کار فعالیت نموده صاحب رتبه لتنانت کلان میلیڅا گشته است. سال 2012 برای صادر نمودن جنایت در ماده 249 قسم 4 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده، یعنی روزنی با حکم سود از آزادی محروم گشته سال 2019 به آزادی برآمده است و با شهروند عائله برپا نموده در زندگی یکجایشان صاحب 2 فرزند گردیدند. از زن یکمش 2 فرزند دارد. در روزهای آخر در رابطه به ربودن بانکدار معروف شورت اسمت‌اللهیف نام دلشاد سیدمرادوف ملقب به دلشاد اسبه یا دلشاد کراسافچیک کارمند سابق مقامات حفظ حقوق تاجیکستان
ورد زبان مردم و مقامات و رسانه او شد. او را سرکرده گروه آدم ربایان می شمارند و طور شریک او رستم اشورov در صحبت تلفنی با مادرش اعتراف کرد که اسمت اللهیف را مست سید مرادوف چنان زد که وی مرد. این دلشاد اسبه یا دلشاد کراسافچک کیست؟ هفته‌نامه SSR چاپ دوشنبه توانسته است ترجمه حال دلشاد سید مرادوف را به دست آورده چاپ کند. سید مرادوف دلشاد حسینویچ سال تولدش 1984 زاده و استقامت کننده شهر دوشنبه، کوچه نوایی، بنای 5 حجره 1، ملتش تاجیک، معلوماتش عالی، اویل دار، صاحب یک فرزند، نامبرده سال 2001، مکتب میانه رقم 8 نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه را ختم نموده به فاکولته حقوق شناسی دانشگاه وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در شهر سنت پتربورگ داخل شده. سال 2006 دانشگاه مذکور را با اختصاص حقوق شناس ختم نموده است. پس از ختم دانشگاه مدت 1 سال با سبب پیدا نمودن جای کار در مقامات حفظ حقوق فدراسیون روسیه در شهر سنت پتربورگ استقامت نموده است. سال 2007 به جمهوری تاجیکستان برگشته به صف مقامات کارهای داخلی داخل شده است. از ماه اکتبر سال 2007 تا سال 2008 در وظیفه وکالتدار اپراتیوی شعبه مبارزه به ضد خرید و فروش آدمان اوباب وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت نموده است. سالهای 2008 وظیفه اشغال نموده‌اش را عوض نموده به ریاست اپراتیوی جستجوی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گذشته در وظیفه وکالتدار اپراتیوی به کار رفته است. خود همان سال باز در اصبع وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گذشته تا سال 2010 در وظیفه ناظر کار و فعالیت نموده است. سال 2010 از صف مقامات کارهای داخلی آزاد کرده شده. 4 سال بعد یعنی در سال 2014 در مقامات پروکراتور به کار در آمده. یک مدت در وظیفه متخصص کیبرنتیکی پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت نموده. در آنجا نیز از صف مقامات آزاد کرده شده است. بعد آزاد گردیدن از صف مقامات پروکراتور در سال 2016 به صف اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا داخل شده. یک مدت کوتاه در آنجا کار و فعالیت نموده است. رتبه حربیش کاپیتان عدلیه می باشد، یعنی شخص در 3 وزارت کلیدی کشور وزارت کارهای داخلی، گیم پروکراتور و اگنتی کروپسیا کار و فعالیت میکرد. پس از صادر نمودن جنایت در هیئت گروه متشکل جنایی صحنه 25 ایون سال 2023 ساعت 06:00 دقیقه توسط فرودگاه بین المللی دوشنبه از تالار سیب با خطر دوشنبه مسکو به فدراسیون روسیه فرار نموده است. از روی بعضی معلومات او توسط سیب زال فرودگاه دوشنبه و خوجند زیاد پرواز کرده. او را همچون مسافر دست بخیر و خیلی هم زباندار می شناختند. در طرفخانه های شیک پایتخت نیز او را خوب می دانستند، زیرا دسترخواندار بوده است. جستجوی دلشاد سید مرادوف ادامه دارد. گفته می شود یکی از شخصیت های کلیدی این جنایت گوش نشونید مز اوست و یافتن و جزا دادنش کار جانی و نانی 3 مقامات قدرتی است که در آن زمان کار و فعالیت داشت. روز 8 ایول سال 2023 در برخی شبکه‌های اجتماعی از جمله در گروه پرویز تیوی در فیسبوک خبر نشر شد که گویا جسد شورت اسمت اللهیف معاون اول رئیس آریان بانک یافت شده است. اما با گذشت یک شبانه روز از نشر این خبر یگان نهاد رسمی دولتی معلومات درباره یافت شدن جسد اسمت اللهیف را تصدیق نکرده است. منابع پایگاه خبری بامداد نیز میگویند تا کنون جسد بانکدار معروف را پیدا نکردند و در قطقد دریای زرافشان جستجوی جسد او و ماشین رنگش سیاه خونده صنعت که اسمت اللهیف را شام 23 ایون از نزد خانه‌اش در مرکز دوشنبه با همین ماشین ربوده بودند ادامه دارد. یک منبع بامداد گفت نیمه اول روز 8 ایول تقریبا ساعت 10 از رود دیهه خوشیکت نویه عینی در حقیقت یک جسد را پیدا کرده از دریا بیرون آوردند و شاید امین سبب پنهان شدن سر و صداها درباره یافت شدن جسد اسمت اللهیف شده باشد. اما این جسدی که در خوشیکت از دریا برآوردند جسد یک جوان بود که یک دستش با کدام علت از بدنش کنده شده بود. این دقیقاً جسد معاون رئیس آریان بانک نبود. مقامات علاقه معین کردند که این جسد یک ساکن دیهه زیرآباد است که چند پیش همراه مادرش
دچار صدمه شده بودند. جسد مادرش را در حدود دهه 50 یافته بودند. خودش را نو یافتند. گفتم صحبت بامداد. منابع بامداد میگویند برای تفتیشات اینکه شهرت اسمت‌اللهیف دیگر زنده نیست یقین شده است، ولی جستجوی جسد او تا حال ادامه دارد. شهرت اسمت‌اللهیف که 49 سال داشت، در گذشته رهبر نمایندگی شرکت پولفرستی وسترن یونیون در تاجیکستان بود و سالهای آخر معاون اول رئیس آریان بانک و عملا دست راست رئیس این بانک حسن اسدالله بود. او را شام 23 میلیون از نزد خانه‌اش در کوچه زکریای روزی نوحه اسماعیلی سامانی 4 نفر به ماشین رنگش سیاه خونده صنعت بار کرده بردند. رستم اشورف شام 30 میلیون در آخرین صحبت خود با مادرش که از فرودگاه کشنیاف بعد کشتن 2 افسر مالدوان زنگ زده بود اعتراف کرد که اسمت‌اللهیف را دلشاد سید مرادوف شکنجه داده کشت و مرده‌اش را او برده به دریای پرتافت. اشورف گفت که آنها اسمت‌اللهیف را برای بیت کوین هایش به مبلغ از 100 تا 200 میلیون دلار را بودند، ولی او را چنان زدند که او مرد. او درباره اینکه آیا کد بیت کوین ها را از اسمت‌اللهیف گرفتن توانستند یا نه در نوار نشر شده چیزی نمیگویند و تنها گفت که با خود مگه 2,500 دلار پول نقد دارد. طوری هم انتظار می رفت رئیس جمهور کنونی ازبکستان شفقت میرزیویف در انتخابات پیش از مولد پرزیدنتی که روز 9 ایول سال 2023 دایر شد بر سه نامزد ضعیف و برای جامعه ناآشنا به آسانی غالب آمد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی ازبکستان زینالدین نظام خوجایف روز 2 ایول با اعلان نتیجه های مقدماتی آوازدهی خبر داد که به نامزد حزب لیبرال دموکراتی ازبکستان شفقت میرزیویف 80% از جمع آواز دادگان رأی دادند. سه نامزد میرزیویف یک جای حدود 12% آواز گرفتند. از جمله جای دوم را بعد میرزیویف با کسب 4.43% آوازها معاون اول رئیس دادگاه عالی ازبکستان و نامزد حزب سوسیال دموکراتی عدالت رابخان محمود و به دست آورد. جای سوم را با آواز 4.02% نامزد از رئیس حزب خلقی دموکراتی اولوغبک عنایتوف گرفت. در زینه آخرین با 3.74% رهبر حزب اکولوژی عبدالشکور همزایف قرار گرفت. در انتخابات 15.6 میلیون نفر یا 79.8% از نزدیک 20 میلیون انتخاب کننده اشتراک کردند. یادآور می‌شویم در انتخابات سال 2020 شفقت میرزیویف با کسب 80% آوازها غالب آمده بود. این نخستین انتخابات پرزیدنت ازبکستان بعد وارد کردن تغییرات به قانون اساسی این کشور بود که طبق این تغییرات از جمله پرزیدنت از این به بعد به جای 5 سال برای 7 سال انتخاب می شود و شفقت میرزیویف که الکی 2 نوبت پرزیدنت بود و 24 ایول سال جاری به سن 66 می رسد حق پیدا کرد که باز 2 نوبت دیگری 7 ساله یعنی تا سن 80 نامزدی خود را به پرزیدنتی پیشبری کند. نتیجه های رسمی انتخابات ازبکستان هنوز اعلان نشدند، ولی شماری از رهبران خارجی از جمله پرزیدنت های روسیه، قزاقستان و تاجیکستان الکی میرزیویف را با پیروزی بیچون و چرا تبریک کردند. دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه پراپورشک رستم میرسلیموف کارمند کمیساریات حربی نوحه فردوسی را با جرم قلابی به 10 سال زندان نظامش پرزور محکوم کرد. دادگاه این افسر را در فریب دادن دست کم 31 شهروند به مبلغ قریب 690,000 سومونی یا بیش از 60,000 دلار گناهکار شناخت. مرکز مطبوعات داستان کل تاجیکستان روز 2 ایول سال 2023 در شرح این پرونده گفت تفتیش پرونده جنایتی نسبت خدمتچی حربی اجرا کننده مسئول عاید به نظارت مدافعه حدودی زیرشعبه سفربری کمیساریات حربی نوحه فردوسی شهر دوشنبه پراپورشک میرسلیموف رستم اوبجانوویچ برای صادر نمودن جنایت قلابی به مقدار مخصوصا کلان بر اساس ماده 247 قسم 4 بند ب کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به اتمام رسانیده شده به دادگاه ارسال شده بود. با حکم دادگاه حربی گارنیزون دوشنبه نسبت میرسلیموف جزای محروم ساختن از آزادی به مدت 10 سال با محروم کردن از حقوق اشغال منصب‌های معین یا مشغول شدن به فعالیت معین منصوبیت جوابگری مال و ملک داشته به مدت 3 سال با ادای جزا در کلونیای اصلاحی دارای نظامش پرزور تعیین کرده شد. خود میرسلیموف و یا ادوکات و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی دادستانی میگوید در رفت تفتیشات معین شد که میرسلیموف
با مقصد غرض و تصرف مال و ملک غیر یا به دست آوردن حقوق به مال و ملک غیر برای فریب و سوء استفاده باوری در دوره از ماه ایول تا ماه سپتامبر سال 2022 در 9 حالت به جنایت قلابی دست زده 31 نفر شهروندان را فریب داده است و به آنها در مجموع به مبلغ 689,493 سامونی یا بیش از 60,000 دلار ضرر مادی رسانیده است. از جمله رستم میرسلیموف به گفته تفتیشات با لباس نظامی به باغچه کودکانه رقم 31 نویه سینوی شهر دوشنبه رفته و خود را همچون نماینده کمیسریت حربی نویه فردوسی معرفی نموده برای فریب و سوء استفاده باوری کارمندان باغچه را گمراه می‌سازد که گویا از حساب تشکیلات‌های خیریه عربستان سعودی به عائله‌های کم‌بضاعت و نیازمند کمک‌های بشر دوستانه دسترس شده است و خواهشمندان برای گرفتن کمک می توانند به او مراجعت نمایند. کارمندان کودکستان بی خبر از مقصدهای غرضناک میر سلیموف به سخنان بر دروغ او باور کرده در مجموع 6,793 سامونی جمع آورده به او دادند. پرپورشک میر سلیموف این مبلغ را گرفته به منفعت شخصیش استفاده برده به شهروندان ضرر مادی رسانیده است. به گفته تفتیشات با چنین راه و اصول میر سلیموف باز 29 نفر را فریب نموده مال و ملک آنها را برای قلابی غیر قانونی از خود کرده تکرارا جنایت‌های قلابی را صادر نموده است. داستانی کل گفت ضمن بررسی پرونده جنایتی نسبت به میر سلیموف در یک وقت عریضه دعواگی دادستانی گرنیزان دوشنبه با مقصد رویانیدن تاوان ضرر به شهروندان 570,654 سامونی رسانیده شده نیز بررسی و قانع کرده شد. قاری شناخته تاجیک برنده مقام‌های بلند دوم و سیوم در مسابقه‌های بین المللی قرائت قرآن سمرالدین صمدوف در سن 41 در دوشنبه به علت از کار ماندن قلبش از عالم چشم پوشید. درباره درگذشت این قاری معروف هم سبقش سید صادق بابیف روز 8 ایول سال 2023 در فیسبوک با نشر یک نامه تسلیت خبر داد. او در صحبت به پایگاه خبری بامداد گفت هم سبقش در دوشنبه به علت بناگو از کار ماندن قلبش در چنین سن جوان مرگ شده است. سمرالدین صمدوف سال 1982 در دهه چلچه جماعت بابا یونس نویه سویت حالا تیمور ملک ولایت قتلون به دنیا آمده در ایران در دانشگاه جامعه المصطفی در رشته قرائت قرآن کریم تحصیل کرده بود. بنا به اطلاع سید صادق بابایف سمرالدین صمدوف جیان مرحوم ایشان زکریا عضو سابق ریاست حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بود و سال 2000 محض با هدایت و راهنمایی تقویش برای تحصیل به ایران رفته و عنوان دکتری را در رشته قرائت قرآن به دست آورد. بعد بازگشتش از ایران قاری سمرالدین در دوشنبه زندگی میکرد. در پی منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بد شدن برخورد مقامات با تحصیل کرده های ایران اهل خانواده قاری سمرالدین و خویشاوندان آنها نیز تحت فشار مقامات قرار گرفتند. با این وجود به قاری سمرالدین میسر شد که در چندین مسابقه بین المللی قرائت قرآن در تهران اشتراک کند و جایهای دوم و سوم را به دست بیاورد. در آخرین مسابقات قرائت قرآن در تهران قاری سمرالدین به حیث داور اشتراک داشت. بعد انجام مسابقه او در ایران چند مدت برای طبابتش ماند ولی متاسفانه طیق اجل رشته عمر این قاری شناخته را در عین جوانی برکند. مرکز مطبوعات داستان کل تاجیکستان روز 2 ایول سال 2023 از ابتدای پرونده جنایتی نسبت به مین یوزوف با اتهام قاچاق مال محصولات به مبلغ بیش از 2 میلیون سامونی یا حدود 200,000 دلار خبر داد. خود این صاحبکار و یا ادوکات و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند ولی بنا به اطلاعیه نشر شده داستان کل تاجیکستان صحنه 26 اپریل سال 2023 ضمن سنجش عریضه شهروند سنگوف در کارخانه استحصالی یخدان واقع در کوچه جبو رسول فنویه سینوی شهر دوشنبه معاین نمود که شهروند مین یوزوف در حدود این کارخانه 2 انبار را به اجاره گرفته در آنها 1330 عدد تجهیزات برقی خوراکپزی تمغه زلاتو 600 عدد تجهیزات برقی خوراکپزی خرد
4000 عدد تجهیزات برقی گرم‌دهی رادیاتور تمغه بوش و سامسونگ، 2800 عدد ظرف‌های سفالی برای چای‌نوشی را غیر قانونی به حجت واردات گمرکی نگاه داشته است. داستانی کل گفت این مال‌ها در دوام ماه‌های آگوست سپتامبر سال 2022 از جمهوری خلقی خیتای غیر قانونی بدون نظارت گمرکی برای قاچاق به سرحد گمرکی جمهوری تاجیکستان به مقدار کلان وارد کرده شدند. طبق معلومات نامه ریاست منطقوی گمرکی در شهر دوشنبه، ارزش عمومی احتمالی بازرگانی این تجهیزات برقی به مبلغ 2,180,800 سومونی بوده، باج و انداز گمرکی نوسپاریده آن باشد مبلغ 271,820 سومونی را تشکیل می‌دهد. بر اساس نتیجه سنجش 5 ماه سال 2023 نسبت به مینیوزوف برای صادر نمودن جنایت قاچاق به مقدار کلان بر اساس ماده 289 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده، تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون همچون جزا و جریمه به اندازه از 912 تا 1456 نشان دهنده برای حساب‌ها یا از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که از 6 تا 8 یولی سال 2023 بر اثر 4 صدمه نقلیاتی در راه‌های جمهوری 4 نفر از جمله 2 کودک 8 ساله و 4 ساله و زن 47 ساله جان باخته، دست کم 2 کس دیگر جراحت برداشتند. از جمله نیمه دوم 6 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 17:25 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه تویوتا کامری اسم محمد فبیبولا سال تولدش 1990 ساکن نویه جامی هنگام حرکت از سمت جامی به سمت شهر باختر در حدود نویه کوشانیان از اوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد نابالغ سفرخواجیف ذکریا سال تولدش 2015 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ سفرخواجیف جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 7 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 19:30 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا عظیموف حسن خال بابایویچ سال تولدش 1983 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت از سمت نویه رودکی به سمت شهر وحدت در راه ماشینگرد حدود جماعت دیهات زینب آباد نویه رودکی به خطری حرکت راه را تامین کردن نتوانسته نابالغ کریمزاده محمد سال تولدش 2019 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ کریمزاده جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 8 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 9:50 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا عبدالجبارزاده نورالله سال تولدش 1986 ساکن شهر پنجکند هنگام حرکت در راه ماشینگرد کانبادام دهمای در حدود دهه نیوزبگ در کنار شهر کانبادام از اوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده اروبچه مایوبی پیادهگرد حیدر و نگاره حسینوف سال تولدش 1976 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد حیدر و جراحت‌های جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 8 ایول سال 2023 تقریبا ساعت 16:00 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه وز غلامشایف سینا سال تولدش 2000 ساکن شهر خوروغ هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر خوروغ در حدود نویه واسه از اوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به کنار راست رو برآمده به چقوری چپ شده است. در نتیجه خود راننده غلامشایف در جای حادثه به هلاکت رسیده. مسافران داخل افت-ماشین مذکور نصرت شایف سورج سال تولدش 2000 ساکن شهر خوروغ و فرخشاهزاده فرقت سال تولدش 2003 ساکن نویه روشقله جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه و پرخطر به شمار می‌روند. تنها در 2 ماه اخیر می و یون سال جاری بنا به حساب‌ها بر اثر صدمه‌ها در راه‌های جمهوری حدود 80 نفر به هلاکت رسیده. در چند روز گذشته و اول ماه ایول درباره کشته شدن حدود 30 نفر در صدمه‌ها خبرها به دست می‌رسند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه
پیگیری نموید. www.bomdod.com. خوش باشد.